سروری مملکت روز 24 فوریه در شهر بختر و 18 ایون در ناحیه دنقره با فعالان ولایت خطان بخوری انجام داده دستور دادند که هر یک وجب زمین را ثمرانه استفاده نموده در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه گذارند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان این دستور رهبر دولت را سرمشق‌کاری خود نموده در این اساس در ناحیه آزمون بهترین نمونه ذخیره‌کاری در اویله را به راه ماندند. با مقصد معین نمودن غالب بهترین ذخیره‌کاری در اویله، هیئت کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان تشکیل کرده شده امروز از ذخیره‌های ساکنان ناحیه دیدن می‌کنند. خب با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری سال وحدت ملی کشور ملت محترم امامعلی رحمان در ملاقاتی که از 18 ایون با فعالان ناحیه دنقره در ولایت خطان گذرانیده شد با مقصد استفاده بردن ثمرانه‌ای زمین و برداشتن حاصل در یک سال 2-3 مرتبه و ذخیره کردن محصولات عضوقه ما نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی دولتی ناحیه رو تأسیس دادیم که با مقصدی یعنی که تحت عنوان بهترین ذخیره‌کاری اویله، یعنی که تو چه اندازه امروز مردم مدنیت و فرهنگ آنها ذخیره کردن رو برای 2 سال یا 3 سال دارند. روز 16 آگوست سال جاری هیئت کاری از استفاده ثمرانه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی اینچنین ذخیره تا 2 سال مواد عضوقه از خانه‌های ساکنان جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه دیدن نمودند. ضمن بازدید ذخیره‌های مواد عضوقه از اویله یوسف‌آفا معلوم گردید که ساکنان بهره تامین امنیت عضوقه‌واری در کشور سر کرده از اویله خود سهم گذارند. ما همین سال یکم سال همین کار کردیم. ماهای نوامبر کارچکا کردیم یکی همین دروی کپا کلیون کده ماهای اپریل دا و کارچکامون رسید ما گرفته بازار منا خودمون دا برآوردیم بعدی وای بودرینگ شنوندیم منا بودرینگو را بازار خودمون برآورده سودا کردیم مثلا مана миш сеюм карточкаро кардем тирамо карточкаи тирамоиро мана кардем ҳамин сол мана тахмина кардем сеюм карточкаро сеюм ҳосила кардем. حاصل غونداشتن محصولات کشاورزی را در انبار این اویله دیده کس در تعجب می‌افتد، زیرا آنها از تمام نمود محصولات کشاورزی سر کرده از لوبیا و قیامی پامیدار، شکراب و بادرینگ کنسرو کننده شده برای گذراندن زمستان ذخیره نمودند. باید گفت در این اویله تا 2 سال تمام نمود محصولات ذخیره کرده شده است. آنها در زمین‌های پرزنده گندم کشت کرده حاصل خوب ریانیدند. و در حقیقت امروز خیلی که شما خودتون شاهد بودین مردم و اهالی ساکنان ناحیه کوشانیان توانستند که هر یک وجب زمین رو ثمرانه استفاده برده از زمین‌های نزد حولگی خوجگی دهقانی و پرزیدنتی از 1 تا 3 حاصل برداشتند و از همون حاصل‌هایی که در همون زمین‌های خودشون استفاده می‌برند توانستند که ذخیره 2 ساله خود را کرده توانند، از اون جمله گندم، دانگی، لوبیا، نخود و دیگر محصولاتی که یعنی که امروز لازم است. همچنین از محصولاتی که اونها در زمین‌هایشون استفاده می‌برند افشاره‌ها، بانک‌ها تا 300-400 بانک‌ها رو محکم کردند که اونها می‌توانند که در دوام زندگی استفاده برند یا اینکه فروشند. یعنی امروز توانستند مردم ناحیه کوشانیان که اون دستور و سپارش‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشنهاد کردند سرمشق کار و زندگی خود نموده استادند و برای بهتر نمودن زندگی خود از همه امکانیت‌ها استفاده کردند. مورد به یادآوری است که هیئت کاری در این روز از چندین خانه‌های دیگر نیز دیدن نمودند. معلوم گردید که ساکنان این جماعت در استفاده زمین‌های نزد حولگی تجربه بای دارند. آنها هر یک وجب زمین را با درستی استفاده برده زندگی را از زمین پیش میبرند. مورد به ذکر است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان با مقصد ترغیب استفاده زمین‌های نزد حولگی و اجرای دستور پیشروی ملت این آزمون را به راه ماندند. طبق اطلاع آزمون مذکور تا روز 31 سالگی استقلال دولتی جنبست گردیده غالبان با تحفه‌های مالی و پولی قدردانی کرده می‌شوند.